ویدیو نکرده بودیم و سببی که کمتر کار داشتیم. короче ویدیو را سر میکنیم. ای اوپل استرا 2010 سالش ماشین دیزل مولتی رول مکانیک. короче навигацион همش تنجای. سال ماشین 2010 ماشین 5000 یوروش میگه. خیلی توجیکی قطعی نمیدونم چند قیمت میشه. دیسکوش هسته. نشد ماشین بردن در تای کامنتاریا میمونم. ویدیو هسته میدونید تماشا میکنین. همه نمره تلفنشون همه چیزشون هسته. برای که بسیار سوال شده است از ماشین بردن. ماشین یگان جای زدگی نداره. یگان پرابلم هم نداره. ای اوپل استرا 2009 سالش. موتورش یگانه همش تنجه. короче مولتی رول مکانیک همش درونش هم توزه. короче نرخش گپ میزنیم. سال ماشین 2009. نرخ ماشین 2500 یورو. خیلی توجیکش قطعی نمیدونم چند قیمشه. ماشین توزه خوشروه. ماشین دیزله و فکرم که ماشین یگان جای بزبیش نیست. اینجا کم ترک خراشیدگی داره تمام. اصلا جوش همش تنجه. короче تویوتا کارولا ورسو هم خیلی ماشینه. این ماشینم تنجه خوشروه. دیسکاش نیست. موتور 2.2. نرخ ماشین 2600 یورو. یعنی سطح بامپرش کمترک نجاشیدگیه. به فکر اقا پرابلم بیزب نداره. چورماتیکای طرف سیونکش کنیم. به سالش نگفتیم. سالی براریش ماشین 2007. ماشین دیزل. یا برگاه خوش رو تماشاش کنیم. короче مولتی رول مکانیک. درون ماشینم توزه خوشروه. короче رادیوش заводской кондиционер همه چیزا داره. پلمری وای برای چی من خیلی گپش نمیزنم. اگر کدوم اینترس داشته باشه نویسن در کامنتاریا. با ویدیو دیگه میایم سیونکاش میکنیم.